تا حالا شده یه چیزی بخوری بگین چون ترشه پس اسیده، و یه ماده دیگه داشته باشی بگی چون حالت صابونی داره پس قلیاست. ولی واقعا اسید و باز یعنی چی؟ جالبه بدونی که دانشمندان قرنها سر این مسئله با هم بحث و گفتگو داشتن. امروز میخوام 3 تعریف کاربردی و علمی رو بهت بگم تا بعد از این ویدیو دیگه اسید و باز رو قاطی نکنیم. اول کار بهتون بگم که چرا چند تا تعریف داریم. ببینید ما توی شیمی برای مفاهیمی مثل اسید و باز به یک تعریف اکتفا نمی کنیم. چرا؟ چون دنیای واکنش‌های شیمیایی خیلی گسترده است و هر دانشمندی که اومده اسید و باز رو یه جور تعریف کرده اومده یه تیکه از این پازل رو تکمیل کرده. پس به خاطر همینه که چند تا تعریف اسید و باز داریم. خب بریم سراغ اولین تعریف، یعنی تعریف آرنیوس. آرنیوس اولین فردی بود که اومد اسید و باز رو تعریف علمی کرد. گفت که اسید ماده‌ایه که توی آب تولید H مثبت کنه و باز ماده‌ایه که توی آب تولید OH منفی کنه. مثلا HCl رو در نظر بگیر. HCl توی آب به H مثبت و Cl منفی تبدیل میشه. پس چون تولید H مثبت کرده اسیده. و NaOH یا سود رو در نظر بگیر که توی آب تبدیل به Na مثبت به اضافه OH منفی میشه که چون تولید OH منفی کرده بازه. ولی خب این تعریف یه ایراد اساسی داره، اینه که فقط توی محلولای آبی کاربرد داره. اگه ما بیایم محیطمون رو عوض کنیم، یعنی از محیط آبی بیایم تو محیط الکلی، دیگه تعریف آرنیوس کاربرد نداره، با خاطر اینکه آرنیوس فقط توی محلولای آبی کاربرد داره. پس میریم سراغ تعریف دوم. توی تعریف دوم یعنی تعریف لوری برونستد، لوری برونستد اومد اسید رو ماده‌ای تعریف کرد که H مثبت میده و باز رو ماده‌ای تعریف کرد که H مثبت میگیره. به عنوان مثال واکنش بین آمونیاک و آب رو در نظر بگیر، یعنی NH3 به اضافه H2O که به ما میده NH4 مثبت به اضافه OH منفی. H2O تبدیل شده به OH منفی، پس پروتون از دست داده، پس در اینجا آب اسیده و NH3 تبدیل شده به NH4 مثبت، یعنی پروتون گرفته، پس NH3 اینجا بازه. این تعریف خیلی عمومی تره، چون مثلا برای واکنش های گازی یا توی حلالای غیر آبی خب خیلی راحت میتونیم از این تعریف استفاده کنیم. قبل از این که تعریف سوم بهتون بگم حتما منو فالو کن، چون قراره که کامل اسید و باز رو با هم بررسی کنیم. خب بریم سراغ تعریف سوم، یعنی تعریف اسید و باز لوئیس. اما بعضی از واکنش ها هستن که نه توی محیط آبی انجام میشن نه پروتونی هن. پس اینجا تعریف اسید و باز لوئیس کاربرد داره. لوئیس اومد اسید رو ماده‌ای تعریف کرد که گیرنده جفت الکترونه و دارای اوربیتال خالیه و باز رو ماده‌ای تعریف کرد که دهنده جفت الکترونه. مثلا واکنش بین BF3 و NH3 که NH3 دارای جفت الکترونه و دهنده جفت الکترونه پس بازه و BF3 چون گیرنده جفت الکترونه پس اسیده. که این تعریف خیلی خیلی عمومی تره و توی واکنش های عالی و واکنش های کمپلکس ها خب خیلی کاربردی تره. خب بریم سراغ مقایسه 3 تا روش. آرنیوس بر اساس تولید H مثبت و OH منفی توی آب بود. محدودیتش این بود که فقط توی محلولای آبی کاربرد داره. لوری برونستد بر اساس تبادل پروتون بود که محدودیتش این بود که بازم وابسته به H مثبت هنوز. و لوئیس بر اساس تبادل جفت الکترونه که خب عمومی ترین تعریفیه که ما داریم. یه نکته بهت بگم جالبه بدونی NH3 توی همه اینها توی 3 تا تعریف ما بازه، ولی BF3 که توی تعریف لوئیس گفتیم فقط اسید لوئیسه، یعنی NH3 هم باز لوئیسه هم باز آرنیوسه هم باز لوری برونستد.
خلاصه بهت بگم هرچی جلوتر بریم دید ما نسبت به اسید و باز بازتر میشه. اگه تازه شیمی رو شروع کردی تعریف آرنیوس برات راحت تره، ولی اگه میخوای درک عمیقی نسبت به اسید و باز داشته باشی باید تعریف های لوری برونستد و لوئیس رو بررسی کنی.